یک منصبداری بلندپایه ولایت سوخت را که به خلابی و هم تصرف پول دولت متهم میشد پس از تعیین جریمه از جوابگری جنایی آزاد کردند. شیرزاد حسنزاده رئیس نمایندگی خدمات اجرا در ولایت سوخت ماه فوریه با اتهام خلابی برآمدن از حد وکالت منصبی و تصرف پول و مال بازداشت شد. در دادگاه ولایت سوخت روزی 21 می به رادیو آزادی گفتند که حکم حسنزاده ماه گذشته صادر شده است و حالا اجرای امر دادگاه ادامه دارد. بر اساس حکم دادگاه شیرزاد حسنزاده باید بیشتر از 140,000 سامانی جریمه پردازد. او را همچنین از حق اشغال یگان مقام رهبری برای 5 سال محروم کردند. نظر خود او به حکم معلوم نیست و با وجود درخواست رادیو آزادی نخواست مسئله را شرح دهد. شیرزاد حسنزاده را کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا در ولایت سوخت ماه فوریه امسال به جنایت متهم کردند و 2 ماه در بازداشتگاه نگه داشتند. اگرچه گفتند که او به قلابی برآمدن از حد وکالت‌های منصبی و تصرف پول و مال متهم می شود، اما جزئیات آن را شرح ندادند و معلوم نیست او چگونه قلابی و پول و مال کی را تصرف کرده است و بیرون از صلاحیت چی کار انجام داده است. شیرزاد حسنزاده تقریباً 1 سال پیش سردار ریاست خدمات اجرا در ولایت سوخت تعیین شده بود. خدمات اجرا در تاجیکستان 8 سال پیش تأسیس یافت و مسئولیت آن اجرای قرار و حکم دادگاه ها است. بار اول نیست که منصبداران در تاجیکستان به جنایت متهم می شوند. قلابی، ساختکاری سندها یا سوء استفاده از مقام از جمله اتهامات معمول علیه آنهاست. تاکنون برخی برای این گونه عملکردها بازداشت و زندانی شدند، برخی دیگر را بعد پرداخت جبران و جریمه از جوابگری جنایی آزاد کردند. سازمان‌های بین‌المللی و حامیان حقوق تاجیکستان را پیوسته برای آن تنقید می‌کنند که در مبارزه با کروپسیا و رشوه‌خواری جدی نیستند و بیشتر با بازداشت منصبداران زینه پایانی یا آموزگاران و پزشکان کم‌بضاعت وانمود می‌کنند که با این ظهورات خطرناک برای جامعه مبارزه می‌برند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.